ترک مواد مخدر. بله. میدونی همه ما محتاط بودیم الان ترک کردیم. آره ترک کردیم. مثلا به رسم خودتون اوکی. بهتون نوشتون بگم. مرسی من خوشبختم. این چی نوشته؟ در الی هر کس رهجوی افکار خود باشد هلاک شما ای خواهد ندارید ژاپن؟ بزرگترین خواهن برای من فکر من است. ای ندارید؟ اینه دارم آها معتاد از ژاپن دیگه هست جهانی دیگه. این دعاست. دعاست بله حالا خیلی دعای قوی و خوبیه. آها خوبه خیلی کمک میکنه. بله معنیشو بفهمی خیلی کمک میکنه. خوبه این دعا. آره خوب مرسی تشکر خب اوکی خسته نباش تلاش کن این راضی کن چی میکنه؟ این زبونش نکنت داره گیر میکنه. آها اوکی مرسی نکنت زبون داره. اوکی لکنت زبون فهمیدم اوکی نه عدوداری میاری نه؟ من دارم میرم. عدوداری میاری نه؟ لکنت زبون نه؟ آره اینطوریه؟ خود دست با چی که میشه نکته زبون میگیره. میگم یه دقیقه در تو درسن داشت. اوکی آره اینجا گفتی آره دی تابلو کردی بگی لکنت زبونه؟ نه بابا خیلی خوشتیبه اوکی very good گول تیپو نباید بخوری. okay very good thank you very much okay بعدا همه پاش بخوریم. okay غذا میپزن آبنمامونه بیا تو تمیزه آره بیا میشونم اینجا اسپازانه اینجا آشپز غذا میپزه بله خسته نباش اینجا میشوری نه؟ اوکی بشین خیلی خسته نباش اوکی دست در نکنه اوکی خوشحال شدم آریگاتو دوم آریگاتو اوکی شنو خیلی برده؟ شنا من از بچگی دوست داشتم سال بخاطر همین. خوبه اوکی اینجا شنا میکنه آره تو این استخره. آره برو ازش فیلم فیلم برداری کن مثل داستان من بشه مال تو آره امیگه خوبه آره خوبه دقیقاً نگاه کن آره بیای آره جلوتر ببین متوجه میشی. یک متر نه یه ذره جلوتر یک متر نیم بله یه ذره جلوتر ببین میبینی دقیقاً این نقطه رو. آره من نمیام تو داری میبینی. بیا بگی افغانی نیست چیزه نه ژاپنیه چی میگی؟ آره آقا جان مادرت من به باید میام بیخیالت نمیشم. واو جالبه کجای ژاپن میشینی؟ تو محلم توکیو خیابون شاید بروسلی؟ توکیو هست توکیو محلم میزد بیرون مثلا میشن توکیو خوش باز خدا. توکیو قشنگه چقدر خرج که عکسی که گفتم بچه برادرشه صبح داشتن چیز میکنن نمیدونم از کی برداشته برده داده چاپ کرد درمانی گفتار درمانی اصلا قضیه درمان ما همینه. آب درمانی آب مسکنه. گفتار درمانی هم که روزی 2 جلسه اینجا جلسه داریم میگن درد دلشون رو میریزن بیرون رها میشن. به خاطر همینم مجبورن که پاش بدن. یعنی چیزه پزشکی نیست هست این پزشکمونه. بله پزشکمون بله حاضر پزشکمون سنش بالا اینا هم که تیمسار رو
قالیباف و آها. سردار و آها. این سردار رضایی آره. این قالیبافه آره اینا این قالیبافه آها بله اینم که خود آقای بازلیه. بله بله خب من اینجوری شنیدم تزریق میکردن به خودشون که خوابشون نبره 24 ساعت خوابشون نبره. بعد اومد ایران رو یواش یواش پای برد. البته تو ایران شکل قصه برگشت الان شنیدن که تو آشپزخونه‌های همین تهران میگه آشپزخونه‌های کوچولو که میشه دیگه چیز زیاد شما شیشه کشیدی؟ شیشه کشیدی؟ شیشه ساری آدم نابود میکنه اینجا چنگر ممنون چگو ممنون آره دیزه ممنون بله بله از این چیزه نداره شدم کاشو چنگر دیزه نداره چیزه خوب میشه چیزی اینجا رو دارن رو به راه 3 روز نمیخوابه 3 روز شیشه میخوابه میکشه 3 روز نمیخوابه 3 روز میخوابه 3 روز میخوابه واو میبینی چیزه خطرناک بعد توهم میدونی چیه؟ نه سر بچه‌شونم برویدن یا اینقدر توهم یهو میبینی بچه‌شونو مثل بزغاله میبینن مثل خرچنگ میبینن اه، تو اینطوری. میکشی میخوری یا اه آره اونجوری هم شده وحشتناکه بله اینطوری هم شیشه از هروئین بدتره نه؟ خیلی 100,000 برابر قوی تره و آدم زود نابود میشه نه؟ زود